سلام، وقت همگی بخیر. توی این ویدیوی آموزشی در مورد شناخت کامل و جامع سوزن براتون داریم مطالب جمع آوری میکنیم که بتونید توی اجراهاتون تو لاین میکروبلیدینگ، در لاین میکروپیگمنتیشن، در لاین تتو بدن بتونید فعالیت کنید. این سرفصل آموزشی برای اولین بار در ایران داره ضبط میشه. کاملترین و جامعترین و دیگه هیچ بحثی توش نمیمونه. یعنی شاید از 100 تا آرتیستی که یا از 1000 تا آرتیستی که دارن کار میکنن شاید 5 نفر این مطالب رو بدونن. اگر همون 5 نفر بدونن قطعا هنرآموز خودم بودن، قطعا. چون این سرفصل در هیچ پلتفرم آموزشی پیدا نمیشه و این رو برای اولین بار دارم به صورت کامل و جامع ضبط میکنم. سرفصل شناخت سوزن ها رو که بتونید توی اجراهاتون با توجه به دانش کامل سوزن ها اجراهای بی‌نظیر رو خلق کنید. خب، شناخت سوزن به 4 بخش تقسیم میشه. یعنی اولویت یک آرتیست اینه که اول این 4 تا سرفصل رو بدونه و بعد بخواد اجرای درست و استانداردش رو خلق کنه. در مرحله اول دیامتر سوزن، قطر سوزن، ضخامت سوزن یا حالا دیامتر، ضخامت، قطر. مرحله دوممون، پس این شد مرحله اول. در مرحله دوم تعداد سوزنه. مرحله سوم تیپر سوزنه یا شیب سوزن که همه رو به صورت جداگانه کامل و جامع توضیح میدم که هیچ سوال و هیچ شک و شبهه‌ای براتون باقی نمونه. و در مرحله چهارم یکی از نکات مهم هست، در مرحله چهارم کارایی سوزنه. من اینو یه گوشه می نویسم که بعد در موردش کامل توضیح میدیم. کارایی سوزن. بچه‌ها این آموزش هر کدوم از این 4 گزینه رو بخواید حذف کنید، نمیگم اجراتون بد میشه یا اجراتون خراب میشه، نه. بعد کسب دانش به توسط این آموزشه شما اجراتون بی‌نظیرتر خواهد شد. چرا؟ چون شما دیگه بعد از این ویدیو به صورت آگاهانه اجراهاتون رو انجام میدید. یعنی به صورت آگاهانه انتخاب سوزن میکنید. حالا دیامتر سوزن چیه؟ عدد اول سوزنه. من اینجا براتون می نویسم و در موردش دونه دونه پارت به پارت توضیح میدیم. ببینید سوزن ها از سمت چپ خونده میشن به سمت راست. یعنی به این شکل خونده نمیشه که بیایم بگیم RL 0312. نه، سوزن ها از سمت چپ خونده میشن به سمت راست. یه سری اعداد داریم، یه سری حروف داریم. این اعداد و حروف مشخصات سوزن ماست. یعنی آرتیست قبل از اجرا میاد سمت سوزنش، اون اعداد و حروف رو نگاه میکنه، با توجه به طرحش، با توجه به اون تکنیکی که میخواد اجرا کنه میاد انتخاب سوزنش رو انجام میده. حالا اعداد 12 10 08 06 04 اعداد اول سوزنن که بهشون میگن قطر یا ضخامت یا دیامتر. به این اعداد میگن قطر سوزن. دوازده 10 08 06 و 04 ضخامت سوزن اون رو برای ما مشخص میکنه. حالا یه گزینه دیگه داریم، تعداد سوزن. عدد بعد از عدد اول سوزن که اینجا ما گفتیم میشه قطر. این عدد 03. این عدد میشه تعداد سوزن.
درست شد؟ و گزینه مهمتر RL میشه کارایی سوزن. پس ما اینجا دو تا دیگه گزینه رو داریم. اولی شد قطر سوزن، دومی شد تعداد سوزن که 01 03 05 07 و 09 اینا میشن تعداد سوزن. حالا تو سوزن‌های RL تعداد سوزن از شماره 01 شروع میشه، تو سوزن‌های RS تعداد سوزن از شماره 3 شروع میشه و تو سوزن‌های مگنوممون یا سوزن‌های فلتمون شماره سوزن از 05 شروع میشه. درست شد؟ حالا من به صورت جداگانه هر کدوم از اینا رو توضیح میدم که براتون هیچ سوالی نمونه. اینقدر این آموزش جذابه، اینقدر اگه این نکات رو یاد بگیرید دیگه اصلا میگم واقعا اجراهاتون متفاوت خواهد شد. خب بعد از تعداد سوزنمون گفتیم کارایی سوزن داریم. حروف بعد از تعداد سوزن، یعنی اولی شد تعداد، عذرخواهی میکنم، اولی شد قطر، دومی شد تعداد، حروف بعد از این دوتا میشه کارایی سوزنمون. اینجا به جای RL میتونه RS باشه، میتونه RM باشه، میتونه M1 باشه، فرقی نمیکنه. هر حروفی بعد از این دوتا عدد بود میشه کارایی سوزنمون. یعنی با توجه به اجرام ما میتونیم کارایی سوزنمون رو مشخص کنیم. بعد از کارایی سوزن میایم سر گزینه تیپر سوزن یا شیب سوزن. این هم یکی از نکات مهم و بسیار بسیار تاثیرگذار توی اجراست. یه سری حروف بعد از کارایی سوزن روی سوزن ها درج شده که برای خیلی ها گنگه، اصلا نمیدونن چیه. این حروف به این شکل نوشته میشه، یعنی حروف کاملش. این RL ها هم حالا کاملش رو بهتون میگم یعنی چی، مخفف چه کلماتی هستن. RS به همچنین، مگنوم هم به همچنین. شورت تیپر، مدیوم تیپر، لانگ تیپر، دبل لانگ تیپر، اکسترا لانگ تیپر، سوپر لانگ تیپر، سوپر اکسترا لانگ تیپر. یعنی چی؟ یعنی شیب کوتاه، شیب متوسط، شیب بلند، شیب دوگانه بلند، شیب بسیار بلند و شیب فوق‌العاده بلند و شیب فوق‌العاده طولانی. اینا رو با رسم شکل براتون میکشم که کامل متوجه بشید. الان شاید این اول ویدیو براتون یه مقدار گنگ باشه، یه مقدار جای سوال باشه که اصلا متوجه این منظور من نشید، ولی خب تا همینجا هم فکر کنم خیلی از چیزا براتون باز شده. حالا من اینا رو پاک میکنم، دونه دونه به هر کدومش اشاره میکنم. این مطالب انقدر مطالب خفنیه، انقدر مطالب جذابیه که اصلا نمیتونید از این ویدیو رد بشید، چون کامل نگاهش کنید، چند بار نگاه کنید تا متوجه منظور من توی این ویدیو بشید که بدونید چیه. خب ما میریم سر گزینه اول. عذرخواهی میکنم. سر گزینه اول ببینیم ضخامت یعنی چی. ما اینجا انجام میدیم که کاملا درک کنید. خب ببینید بچه‌ها، منظور من از ضخامت همون قطر یا دیامتر به این شکله. این میشه 12، این میشه 10، 0.8، 0.6 و 0.4. یعنی زمانی که من میخوام یه اجرای انجام بدم، وقتی میام قطرهامو بررسی میکنم، عدد اولم رو
یعنی به این شکل 1203 RL. به این شکل وقتی میام سوزنم رو انتخاب میکنم یعنی اومدم ضخامت عدد 12 رو برای خودم انتخاب کردم، چون نیازمند یک خط ضخیم هستم، یک خط پرتراکم یا یک لاین پرتراکم میخوام. اگر بیام عدد 10 رو انتخاب کنم ضخامت رو نسبت به 12 2 درجه آوردم پایین تر. اگر عدد 8 رو انتخاب کنم نسبت به 10 2 درجه، نسبت به عدد 12 4 درجه آوردم پایین تر. به اینا میگن 12 دهم میلیمتر. درست شد؟ یه سری کمپانی ها ضخامت ها رو و تیپر ها رو به صورت جداگانه یعنی اعداد حروفش رو تغییر میدن. حالا اونم جلوتر بهتون میگم به چه شکله. پس این شد ضخامت سوزن ما. با توجه به این طرحی که برامون انتخاب شده، با توجه به لاینی که برامون انتخاب شده یعنی تو طرحمون وجود داره، ما میتونیم ضخامت سوزنمون رو تغییر بدیم. این یه نکته. نکته دوم ما تعداد سوزنمونه. نکته دوم تعداد سوزن. من اینم پاک کنم. اینجا بنویسم تعداد سوزن. خب تعداد سوزن چیه؟ 01 03 05 07. ببینید تعداد سوزن تو سوزن‌های RL از عدد 01 شروع میشه. تو سوزن‌های RS از عدد 03 شروع میشه. تو سوزن‌های RM، M1، M2 از سوزن‌های 05 شروع میشه. حالا اینا رو بازم جلوتر بهتون میگم به چه شکله. یعنی 01 داریم، 03 داریم، 05 داریم، 07 داریم، 09 داریم، همینجوری میریم به بالا. توی RS ها از 03 شروع میشه، 03 05 07 09 11. RM ها یعنی تو سوزن های مگنوم اونم و همچنین از 05 شروع میشه میره به بالا. خب این شد تعداد سوزنمون. یه دونه دیگه داریم، گفتیم چی؟ کارایی سوزن. پس اگه دقت کنید ببینید تا اینجا همه این نکات به هم وصله، یعنی نمیتونید ازش رد شید. کارایی سوزن. کارایی سوزن ها به این شکل نوشته میشه. و خونده میشه. ببینید RL مخفف روند لاینره، RS روند شیدره، RM روند مگنومه، M1 هم مگنوم و M2 هم مگنومه. درست شد؟ روند لاینر سوزن تخصصی لاین زدنه. این سوزن طراحی شده برای لاین زدن، اما کارایی های دیگه هم داره، حالا به اونا کار نداریم، فقط می‌خوایم سوزن ها رو بشناسیم. RS مخفف روند شیدر برای پر کردن و سایه زدن فضاهای کوچیکه. RM سوزن فلت دولبه انحناداره، یعنی به این شکل منحنیه که برای پر کردن، برای خط زدن های کم تراکم و برای سایه های لایت و ابربادی استفاده میشه. سوزن M1 و M2
به صورت تخصصی هم برای پر کردن، هم برای موی حیوانات، موی خانم ها زدن و سایه های خشن استفاده میشه. اوکی، این تا اینجا. حالا این سوزن ها بعدشون، یعنی بعد از این حروف توی سوزن ها یه سری حروف دیگه هم داریم. اون حروف ها چی هن؟ گفتیم یه گزینه دیگه داریم به اسم تیپر سوزن، یکی از بخش های مهمه توی اجرا. تیپر سوزن یا شیب سوزن. درست شد؟ حالا توی این تیپرها ببینید اینو دوباره بکشم که کاملا متوجه بشید. شاید خیلی جاها دیده باشید ولی ندونید. ببینید بچه‌ها، شیب سوزن یعنی جایی که سوزن، ببین سوزن تا یک جایی میاد به صورت صاف، یعنی به صورت منحنی، هیچ تیزی توش شکل نگرفته تا این قسمت، اینجا که براتون علامت میزنم، به صورت این خودکار یا این ماژی کاملا گرده، ولی از یه جایی به بعد از توی این گردیه شروع به تیز شدن میکنه. درست شد؟ به اینا میگن تیپر سوزن، شیب سوزن، انحنان شیب. حالا توی سوزن ها ما مثلا یک سوزنی به این شکل 1203 RL ST یا MT یا LT یا DLT طبق همون نکات اولی که بهتون گفتم، دبل لانگ تیپر یا دبل اکسترا لانگ تیپر، به این شکل. ببینید این میشه عدد اول سوزنمون که میشه ضخامت سوزنمون، این قطر یا ضخامت. درست شد؟ این میشه تعداد سوزنمون. RL میشه کارایی سوزنمون. خدایی چه آموزش خفنی براتون ضبط کردم. و گزینه بعد میشه تیپر سوزنمون. درست شد؟ تیپر چیه؟ گفتیم شیب سوزن میشه تیپر. حروف بعد از حروف کارایی سوزن، یعنی حروفی که بعد از کارایی سوزن، ببینید این حروفی که بعد از کارایی سوزن نوشته میشه تیپر سوزن. من وقتی میام ST نوشته میشه شورت تیپر، وقتی MT شد مخفف مدیوم تیپره، لانگ تیپر هم این LT مخفف لانگ تیپر همه، یعنی شیب سوزن هم بلنده. ببین این میشه S، این میشه M، این میشه L یا همون لانگ تیپر، بعد میشه دبل لانگ تیپر، دبل LT، بعد همینجوری به ترتیب میاد پایین. درست شد؟ یعنی شیب‌های بلند، بلندتر و شیب طولانی. اوکی؟ خود همین ها تو ضخامت و ظرافت سوزن تأثیر گذاره. یعنی اگه یه خط پرتراکم صاف یه دست قدرتمند میخواید، باید از گزینه مثال دارم میگم لانگ تیپر استفاده کنید، چون قدرت سوزن، شیب سوزن طراحی شده برای گزینه لاین پرتراکم. یا مثلا سایه میخواید بزنید،
وقتی از گزینه استی انتخاب میکنید این سوزن شیبش کوچیکتره، رنگ بیشتری رو بیاد داخل توی کانال سرپلاک و رنگ بیشتری رو تزریق میکنه. دارم مثال میگم این به صورت مثاله. متوجه شدین؟ وقتی دارید سوزن رو انتخاب میکنید باید دانش تیپرها باشه. پس وقتی که میخواید یه کاری رو اجرا کنید نیاز به رنگدانه بیشتر داریم، چون شیب سوزن ما اینجا بیشتره. اگر این کانال سرپلاکمون باشه، شیب سوزنمون وقتی بیشتره پس رنگ بیشتری رو اینجاها جذب میکنه تو خودش و رنگ بیشتری رو هم تزریق میکنه، رنگ موفق تری رو تزریق میکنه. پس ما از توی تیپرهای کوتاه میتونیم تو کار سایه پردازیمون استفاده کنیم. از سوزنهای شیب بلند میتونیم تو کارهای پر کردن لاینینگ های موفقمون استفاده کنیم. درست شد؟ حالا یه نکته دیگه هم داریم که خیلی کم بهش اشاره شده، خالی از لطف نباشه من این رو هم بگم بهتون که انشالله این ویدیو ببینید، برای دوستان خودتون ارسال کنید، ما هم توی یوتیوب حمایت کنید، یوتیوب و اینستاگرام و توی یوتیوب سابسکرایب کنید که ما بتونیم اون زنگوله هم استارت کنید که هر زمان ما آموزش میذاریم بتونید ازش استفاده کنید که میخوایم با یک تیم قدرتمند برای آموزش های خیلی خیلی خفن بذاریم برای اولین بار تو ایران که بتونید از این آموزش ها استفاده کنید. نکته بعدی آیتم پینه یا پین. به هر دونه از سوزن که توی کانال سرپلاک در کنار هم قرار میگیره، مثلا سوزن 1205 RS، این عدد 5 رو که دیدید اینجا تعداد سوزن، به هر دونه از سوزنهای این میگن پین یا پین. درست شد؟ که قطر هر کدوم اینها مثلا میشه 12 10 08 06 و 04. فکر نکنید به صورت کلیه. هر دونه از این سوزن‌ها که با لحیم‌کاری‌های خیلی حرفه‌ای و آلیاژهای خیلی حرفه‌ای در کنار هم جمع میشن یا باز میشن یا در کنار هم قرار میگیرن، به هر کدوم از این سوزن‌ها میگن پین یا پین. امیدوارم که این آموزش برای آموزش مفیدی بوده باشه و بتونید با توجه به کسب دانش حتما ویدیو رو چند بار ببینید، حتما این ویدیو رو چند بار ببینید که بتونید با توجه به دانشی که توی این مسئله کسب میکنید توی اجراهاتون ازش استفاده کنید و اصلا بتونید انتقالش بدید. برای همتون آرزوی موفقیت و پایداری دارم.